8 هشداری که نشون میده به پاکسازی انرژی نیاز داری. 1. همیشه احساس کسالت داری. 2. زود عصبانی یا افسرده میشی. 3. خواب‌هات بی‌کیفیت یا پریشونه. 4. بی‌اشتها هستی. 5. مشکلات گوارشی اذیتت میکنه. 6. جوش یا مشکلات پوستی داری. 7. وسواس و حساسیت زیادی داری. و 8. مشکلات جنسی رو تجربه میکنی. کافیه فقط 2 تا از این علائم رو داشته باشی، یعنی بدنت و انرژیت نیاز جدی به پاکسازی داره. خیلی‌ها فکر میکنن فقط با تکرار هوپونوپونو میشه چاکراها رو پاک کرد. اما اگر درست انجام نشه، حتی ممکنه کارمای جمعی رو به وجود بیاره. راه اصولی چاکرا تراپی است، یعنی با تمرین‌ها و تکنیک‌های درست چاکراها و حالهای انرژی اطراف بدن رو پاکسازی کنی.